یک مهمونی عزیز داریم و روبر شرکت تیسل узодхон давлатшоев дар меҳмони мо ҳастанд ва ман бо камоли майл мехоҳам ки хуб меҳмони бисёр азиз ва арҷмандро баротон муаррифӣ кунам. Директори кулли ширкати рақамии мобилии тисел муҳтарам узодхон давлатшоев, хуш омадед. تشکر زیاد، بسیار خوشحال هستم که امروز در استودیوی رادیو آزیا پلوس هستم. ما با آزیا پلوس قریب که همسال هستیم. برای میفخریم که در این جوله رشدی هم سوای اطلاعات هم سوای علاقه یک جای اومده استودیم و بلبوری ها داریم. زنده باشین. تشکر میگم. من اولتر از همه سپاس میگم، سپاس جمعی همکارانی ما، جمع شنونده ها رو، به خاطر اینکه نوبسته به تشویش های زیادی کاری، نوبسته از اون که پیش از سال نو باز کارها و تشویش ها بازم به مراتب زیاد میشن، ولی شما فرصت میابید با مشتریان خودتون، با شنونده های ما صحبت میکنین. این بسیار فکر میکنم که جالب خواهد بود. بیاید اولتر از همه در مورد همون جایزه صحبت کنیم که اخیر شرکت شما گرفت، این زودترین شبکه موبیلی در تاجیکستان. من با چه معنی است، چه خیلی قبول کردین این شما و کارمندان شما؟ تشکر زیاد. بله، یک جایزه برای ما یک گویم سورپرایز بسیار خوب شد. این برای ما یک گویم خبری خوش از اون نظر که این همه تلاش و هم کارگرای تیسل، هم سرمایه گذارای تیسل، هم دستگیری حکومت، یعنی یک بها داده شد. برای ما یک بهاگیری است، لیکن برای با دیگر صفت بالاتر کردن علاقه از طرف تیسل این کم است. ما این درک میکنیم، لیکن یک فکر میکنیم که یک الهام که از طرف یک شخصان تماما بیگانه که یگان گویم در تاجیکستان یگان غرض ندارند، منفعت ندارند، از طرف او بها شد. یک الهام برای ما هست، لیکن الهام برای دیگر بلبوری بالاتر صفت علاقه را خوبتر کردن در لازم است. یگانه چیز گفتنی هستم که شرکت اوکلا با فکرم یگانه یا ممکن فقط دو تا باشن که در تمام دنیا همین صورت اینترنت و صفت اینترنت رو می آموزند و وقتی به ما زنگ زدن که شما شرکت با سرعت ترین تاجیکستان شده هستید و صاحب جایزه همون طلایی شدید، ما خیلی خرسند شدیم که محنت های ما قدر شده است. و دوم مسئله این که ویا همه حساب و کتاب از طریق خودی مشتری رو میگیرن، یعنی که به ما میگیرن با طریق یا تلفن های موبیل یا دیگر چیزهایی که صورت اینترنت با نشان میتن، خودشون گرفته خودشون به اوگیری میکنن، یعنی که ما در اونجا یگون تاثیرات کرده نمیتونیم. از این لحاظ بسیار خرسندیم، یک الهامی برای کارهای پیشروی نو هست. بهترین. خب یک شنونده ما به نام محمد، اگر خطا نکنم، از سوالای خود را فرستاده است برای شما و میدونید 7 سوال فرستاده و من کم کم این سوالارم در میان سوالای خودمون پیشنهاد میکنیم براتون. خب اما بیاید چون درباره جایزه صحبت داشتیم، شما اندیشه خودتون و جمعی کارمندانتون گفتید، اما مشتریان تیسل درباره این جایزه چی فکر میکنن به نظر خودتون؟ نه، البته ما اینا مثال فقط به گپ نه، ما حساب کتاب داریم، هر ماه حساب کتاب ماهانه داریم، 3 ماهه داریم، نیم ساله داریم. در آنجا مثال مشتری های ما قریب تا 2.5 میلیون مشتری که ما در تمام قلمرو جمهوری داریم، کال سنتر داریم و در آنجا شکایت و پیشنهادها از طرف مشتری ها قبول کرده می شد. امروز با پیش از رفتن البته دیدم که تو 1% هم نیست که شکایت مثال از طرف مشتری ها شد، یعنی که در دایره که 2.5 میلیون مشتری فقط کم از 1% شکایت کنند، برای ما خیلی یک رقم خوب است. لیکن خوبی آن است که شکایت مشتری ما یک آینه ما است، یعنی ما می‌دونیم که در کجا ما نقصان داریم، در کجا کمی داریم، کوشش میکنیم که ما سر وقت سر جا حل کنیم. البته یک چیز فهمیدن در کار که علاقه موبیلی نه فقط در دست ما هست، از یک جهت مثال برای ما برق لازم است، از یک جهت سوزشواری باید سر وقت در سایت ها باشد، یعنی که یک چیزی کمپلکسی است، یک مسئله لوجستیکی هست، مسئله خیلی سبک هم نیست.
از این لحاظ مشتری‌ها برای ما یک گویم آینه، یک نماینده که در از بیرون برای او خبردار میکنن در کجا هم شرکت چه نقصان دارد. کوشش میکنم ما چند تا تستر سر وقت یعنی که جابجا کنیم. یعنی که وقتی که شکایت میکنند این کاملا برعکس شما از این خرسند میشید که کمبودی شما رو میگن و شما اون رو اصلاح میکنید. این خوب است خیلی. بله ما کارگران فقط میگم اگر شکایت نکنن یعنی که یگان جالبیت نداریم. بله. ممکن علاقه رفتگی باشد از شبکه ما. شکایت که کرد یعنی با ما هست، دویمش که حقوق دارد، سومش که همش شکایت برای ما خیلی گفتیم ما هر جا بودن و هر جا رفتن شرایط نداریم. همین مشتری ما همچون یک اگنت ما نقصانای ما را سری وقت پیشنهاد میکنیم. بهترین. حتی با فکرم کم باید با آنها معاش داد باید. فکرم. بله با فکرم روزگی اونا از وقتی که همون مشکلات برطرف میشد بسیار خرسند میشد. من در رسانه ها بسیار رحمت میگن اگر سری وقت شد. خب دیگه مشکلات هم هست مثلا در بیزنس در هر یک تجارت مشکلات هست. بله. سری وقت برطرف میشد. و ما البته در مورد جایزه زودترین شبکه موبیلی در تاجیکستان در مورد اینکه چگونه همکارانی را کارمندان قبول کردند، چگونه مشتریان قبول کردند شنیدیم. و اکنون بیایید با جایزه دیگر میگذاریم، جایزه توانمند جگوار 2025 که چند روز پس صورت میگیرد. و عموما سرود موسیقی در حیات شما چی نقش دارد و کیا هستند سراینده‌های موسیقی تاجیک که شاید صداشون پیوسته در داخل ماشین شما هست؟ درست است. خیلی اولش که خیلی که در پیش قید کردم ما با آزیا پلوس از روزهای اول هم یک جا هستیم. چه برنامه چه پروژه که آزیا پلوس داره بسیار جالب هستند، بسیار صفت اعلی هستند. ما یک فلسفه دارم که اگر مثال کجای روی با بهترینا باش. از این لحاظ این جایزه ترانه سال این بسیار یک چیزی گویم برای ما فخر است که ما میتونیم سهم خود رو گذاریم. این اول است. دوم است خیلی من فکر نمیکنم مدام این نیست که موسیقی در زندگیش یگان الهام یگان آرامی یگان پیشروی نیارد. 24 ساعت در گرد ما موسیقی است. من با مرور وقت و زمان مثل موسیقی دلخواهم هر خیل میشد. لیکن خودم که اول از رسامی سر کردم در دوره گویم می کریاتیو بسیار چی دارم شوق دارم. خودم کم کم می نوازم، خودم کم کم مثال ایجاد میکنم موسیقی فقط برای وقت خالی برای گویم خوبی. بهترین. لیکن موسیقی رو من از خود هندوستان دوست میدارم تا خود اروپا. موسیقی کلاسیکی بسیار چیزی که برای من آرام شد یا هستی که موسیقی هم خودش یک علم دارد از قفوش، یعنی که موج و ریتمی که دارد و برای هر مرحله است. یعنی که فورت که من کمتر جان گیرم و در کار کمتر قوت گیرم من دیگه خیلی موسیقی ریتمیش گوش میکنم. اگر یگان عصب کاری وزمینتر باشد و برای بگاه میخواد کم کم آرام شد عصبات ما موسیقی کلاسیکی گوش میکنیم. خیلی مقصد که او هم یک علم است فقط برای یک چیزی تصادفی نیست. از این لحاظ اگر گویم که در تاجیکستان قریب که همه شعر میخونه همه سرود میخونه از اون زیادتر با گوش میکنند. هم موسیقی معاصر نقض میبینیم هم موسیقی کلاسیکی مردمی نقض میبینیم. اما با قالب گویم با چیزی مجاز یا که همو حالت روحی انسان اصلا همین حالت روحی است. برای که این موج است ما که همچون با شرکت علاقه هم در یک موج هستیم. موسیقی رو نمیتونیم دیگه خیلی تصور کنیم که باید باشد نباشد. سراینده هم گویم هم دور و زمان برای ما معقول بود. یگان گویم که بخیری یک سراینده دو سراینده چی شود نداریم. فهمم. خب من талабот фикр мекунам нисбат ба алоқа ва интернет доли зиёд шудааст. Мардум мехоҳанд ки интернети хеле бо суръат дошта бошанд. Ва умуман мизоҷони шумо аслан киҳо ҳастанд? Ман медонам ки ширкатҳои мобилӣ мисли он ки мизоҷо тақсим шудаанд, яъне мизоҷони алоҳида ва алоқа ва интернетро бо мақсадҳои гуногун истифода мебаранд. Ва асосан аз рӯи назари шумо ё шояд кадом як омор ҳам шумо дошта бошед ки аксарияти муштариёни шумо алоқа ва интернетро барои чӣ кор истифода мебаранд ва онҳо аслан киҳо ҳастанд? درست است. ما خواستیم یک بار میگوییم پروفیل رقمی مشتریان رو تشکیل کنیم، لیکن از بس که قریب 2.5 میلیون مشتری همه جوده و همه نوعی تاجیکستان رو در بر میگیرد، از گویم یک
موسفید به نور سر کرده تو جوانی پیشرفت هم خیلی مشتری داریم. به این روز کمتر مشکل شد. اینا گفتن که مشتری ما کی هستند. البته همه میخوان که مثل سگمنتاسیون باشد و تقسیمات باشد، لیکن 2.5 میلیون الکه یکی از نقطه نظر امور یک رقم بسیار قابل ملاحظه است. از این لحاظ همه خیلی داریم. دومش همین فکر میکنیم مشتری ما مشتریای تیسل مشتریای بهترین هستند. اگر با مقایسه با دیگر گویم بازینگروی رقابتی چیزی سوی علاقه، انا سیمشون است که مشتری هایی که با ما هستند شکایت میکنن و پیشنهاد میکنن به یک نیتی آبادکاری و سازندگی پیشنهاد کنن، ما با صدق دل مثال پیشنهاد میکنیم چی یعنی قبول میکنید. خب یعنی تا کدام اندازه شرکت رقمی شما برای تجربه آموزی برای جوانان با لیاقت کشوده است و چی کارا در این سمت انجام میشود؟ درست است. ما تصمیم گرفتیم که ما باید کشوره باشیم، برای که تجربه‌ای که در شرکت در دوام 25 سال شده است. فکر میکنم شرکت تیسل نه فقط در بازار وطنی، در بازار جهانی هم رقابت پذیر است. از این لحاظ میخوام که همین دانش و ملکه که در 25 سال شرکت به وجود آورده است اینو باید حتما ما با جوانان تیم، چون که شما درک میدونید جوانی که امروز 25 سال است در سرشوی شرکت عموما نو تولد شده است. از این لحاظ بسیار ملکه و چیزا را میتونیم برای جوانان یعنی که پیشنهاد کنیم. ما اکادمی تیسل داریم، در اونجا هم کورس‌های گویم بی پول و کورس‌های مبلغ نکم داریم. سوم مسئله اون است که با کمیته جوانان و ورزش بسیار همکاری داریم. در روزهای جوانی برنامه میکنیم، با کوشش میکنیم که به دیگر رسانه هم مقصد یگان سلیقه ملکه‌ای که یا راهبرای شرکت یا کارگرای شرکت دارن همونا با دیگران تقسیم کنیم. خب یک شنونده ما نوشته است سوال گفته است که ما میدونیم که شرکت‌های علاقه درآمدی زیاد دارند، داخل سال اعلان هم میشود، پس چرا نرخ‌ها را ارزان نمیکنند؟ خیلی همه در مقایسه است. مثال خود همین سال فقط یک قریب دروغ نشد تو 30% نرخ‌ها ارزان‌تر شد. در همون پاکیت‌هایی که ما میفروشیم مثال 1 برابر ما اینترنت پاکیت‌ها پیشنهاد میکنیم. اول باید این حساب کتاب کرد. ما امروز با باوری گفته میتونیم که یک 35% نرخ‌ها پایین شده است. دوم که ما یکی از قیمت‌ترین اینترنت ها در دنیا نیستیم، برای چی مثال من بسیار سفر میکنم، مثال در خود دبی اگر گیریم یک طرفش از $100 کم نیست. انا یکی صفت من نمیگم که صفت در دست جایی که در اونجا هم صفت یعنی که اینترنت گم میشد خیلی چیز، برای چی که بحر است، برای چی که یک بینایی که آینه است، برای چی که یک بینایی که کلا آهن است. این که موج هست هر خیل در هر حالت دیگه خیل شده میتونه. از این لحاظ من فکر میکنم که اینترنت تاجیکستان قیمت نیست، لیکن کوشش میکنیم که چه اینترنتی که ما از بیرون میخریم چند قدر ارزانتر بیاریم، ما قدر ارزانتر فروخته میشه. چون که شما درک دارید تمام اینترنتی که ما میخریم ما این رو بیرون از وطن میخریم. یعنی که کانتنتی که در تاجیکستان استحصال میشود کلا کم است. مقصد آدم اگر مثال با مفهوم تیک تاک استفاده کنه، ما تیک تاک هم هر بار از خطای میخریم و تمام دنیا رو گشته به تاجیکستان میبید. مثال در بینش چند دولتی هست که برای ما گویم ترانزیت با کرای پول و کرای ترانزیت هم میگیرد تا ما کمتر قیمت میغلطد. کم از اگر گنبست ترانزیتی که ما گنبست کمونیکاسیونی که آمدیم یک دولتی ترانزیتی که شدیم کلا دیگه خیلی میشد، لیکن حاضر برای مقایسه خیلی به فکرم قیمت نیست. بله شما بسیار نقطه های مهم گفتید. من تخمین میکنم که اکثریت استفاده برنده ها شاید همین نقطه ها را ندانند
مثلا چه خیلی اینترنت هست کجا میگیرین با واسطه مثلا ترانزیت کشورهای دیگر برای ترانزیت باید پول پرداخت کرد چیزایی هست که فکر میکنم مشتری باید دونن و مخصوصا اون چیزی گفتین که مثلا تاثیر میرسوند خودی بینوها شیشه ها آینه ها بحر آب و حتی همین بلندوشانهایی که ما خرسند میشیم خیلی زیاد هستن و البته این خوب است نشانی پیشروی و ولی به هر صورت کمک با صفت سیگنال میتونه تاثیر داشته باشه همینطور نه خیلی تاثیر می‌بینه. مثلا در شهر دوشنبه اصلا شکرانه خدا که بسیار پیشروی است، بسیار سازندگی است، بسیار معماری خوب است. لیکن مثلا یک وقت معین ما نمیتونیم مثلا ما علاقه صفت خوب دیم ما تو همو بینو تمام نشد ما در بالای همو بینو یگان آنتن میمونیم که در گردش میمونیم از نقطه نظر بی خطری خود بینو ساختمان نقطه نظر بهتری خود مثلا همو علاقه و آنتن تیز همو کار حل نمیشه. بعد مردم که کم کم بی طاقت میشن اگر نه مثال این سوزندگی است این داشته نمیشد یا که در نویه ها مثال دو چی داشتیم که وقتی ساختمان راه کلان شاهراه کلان مثال چند بار امو خط نخت تیسل کنده شد یک دو ماه در کار بود که امون تو ساختمان راه نشد و موندن نمیشد. از این لحاظ کمک اینترنت محدود شد برای چی به طریق ریلی که بالای کوه قطعی کردیم. از این لحاظ این با اصطلاح روسی временный неудобство هسته که جو هست با سوز میگه در شهر مشکلات بسیارتره که هم بناهای که بتونی هستن ما باید دوباره اصیلت کنیم همیش یعنی که دوباره کوشش کنیم. از این لحاظ خیلی گویم ناراحتی ها هست ما درک میکنیم تا قدر امکان ما را تیزتر حالش باشد حل میکنیم. خب امیدوارم که شنونده عزیز فهموتر می شود و این برای چی مثلا بعضا وقت اینترنت گم می شود بعضا وقت می بینیم که بعضی در فیسبوک خیلی سر احساس می شوند همین احساسی چیزی می نویسند یعنی این عامل های هستند که امیدوارم شما این سخنان رو از زبان دیرکتوری کلی شرکت سیل میشنوید و در صحبت ما هستن محترم آزاد خان دولت شویف و ما صحبت رو ادامه میدیم. ما میدونیم که شما لایحه‌های گوناگون از سوی معارف و ورزش و سوادناکی رقمی و مالیوی و اجتماعی دستگیری میکنید. برای شما اولویت یا افضلیت یا در مقام اول کدام سمت میستد که شما صمیمانه میخواستید که در اون سمت همکاری کنید دستگیری کنید اون رو؟ من فکر میکنم که شرکت های کلان و مثل تیسل نه چون که من یک گویم شهروند وطن دوست تاجیکستان هستم بلکه همچون یک راهبر فکر دارم که همه شرکت های کارپوراتیوی شرکت های کلان هم یک عضو جدا نشنده جامعه هستند. اینا باید نه فقط همو جودای خودشان در من این رو با اصطلاح میگم که در متوی جمعیت تاجیکستان ما هم یک رنگ با نفشی که هستیم باید باشیم. در اصطلاح خارجی اینا میگن corporate citizen یعنی که شهروند کورپوراتیوی برای چی که از دست ما میباید که ما باید دانش دستگیری کنیم ما باید مثل فهمش مولوی را دستگیری کنیم ما باید فهمش حقوقی دستگیری کنیم با اگر مثال به اصطلاح 2.5 میلیون مشتری داریم یعنی که ما کانال کمونیکاسیون کانال اطلاعاتی هم داریم که با مردم کار کنیم. از این لحاظ من فکر میکنم وظیفه شرکت ماست نه فقط فایده آوردن با همون فایده را برای جمعیت برای پیشرفت جمعیت برای چند خد جمعیت پیش رود همون قدر مثال تجارت ما پیش می رود. در مورد ارزش های کارپوراتیوی چی میگین؟ مثلا شرکت سیل شرکت بزرگ است و اداره کردن این شرکت که اونجا هر متخصص یعنی شخصیت است هر کس مثلا در ساحه خودش مثلا خیلی دانشمند است مثلا اداره کردن این گونه شخصان البته دشوار است و چی است اون ارزش های کارپوراتیوی و سیر موفقیت تیسل به نظر خودتون؟ فکر میکنم که از کدام سوال نباشد علاقه باشد کجای نباشد پیش از همه انسان است حقوق انسان است و وظیفه روبر کار با انسان است از خود کارگرو سر کرده تا مشتریو برای چی که وظیفه اولین درجه شرکت این حل کردن مشکلات ها است. اگر ما مشکلات حل کردن نتونیم یعنی که مول ما نمیخرن. از این لحاظ تو روزی که مشتری با ما هستن یا کارگرا با ما هستن تو یک قسمت حل مشکلات های در زندگی حل شده است و با ما هستن این اول است. دوم است که هر یک آدم باید هر یک انسان هم طرف خوب دارد هم طرف گویم منفی دارد نه اونقدر خوب دارد لیکن ما باید فقط طرف خوب ببینیم برای چی که هر فکری و هر اندیشگی این یک چیز خوب است برای پیشرفت.
اگر هم فقط گوش کنن که روبر چی میگه و یگان کس فکر و عقیده‌اش برای پیشرفت برای پیشبرد نداشته باشه. فکر میکنم اون ارزش‌های کارپراتیو ما اول انسان دوستی است. دویم این گوش کردن این کارگرا که با عقیده و ایده نو میبرن برای حل و مشکلات خود شرکت یا که یگان محصولات نو برای بازار بروردن است. سیمش با اصطلاح شما من بیان کنید توجیکی همین بلاگروست چی میشه، یعنی که آدمی که نیتش سازندگی هست، یعنی آدمی که خوشبین است و با آینده نظری نیک دارد، نه؟ درست. یعنی که پیشنهاد یا شکایتی که برای پیشروی است و پیشنهاد خوب است. لیکن مثال هست آدمایی که از اون جمله بعضی مشتری‌ها از اون جمله بعضی کارگرا که خیر در خونه یک گل آب نمیکنن یا در پیش خونه یک درخت هم نموندن و بعد میگن این مثال کار شما نادرست است. لیکن از قفای اتصال، از قفای تمغه اتصال یک امروز ما فخر میکنیم که یک قریب 18,000 آدم نان یافته استادن، یک قریب 3,000 شهروند تاجیکستانی که یا کم تجارت میکنن با ما یا مثال یگان درآمد الوگی دارن از اتصال. درست قیقه که به همه اونا آسان کار کردن نیست، لیکن دل آدم یافتن به فکرم چیزی قی نیست. لیکن ما بسیار وقت کوشش میکنیم که نه از نقطه نظری حل کردن این مشکل، از نقطه نظری بازو، یعنی که کی زورتر هست گپ زنان کنیم که مثال من یک روبر هستم، شما یک متخصص هستید، من حتما باید چیزی را از شما خوبتر بدونم. بلند از این لحاظ نمی شفافی بین شفافی مناسبت شفافی کمونیکاسیون بسیار مشکلات، یک 90% مشکلات که فقط احساسات است، ایموسی هست، همون که یک طرف شد همون مشکل در 15 دقیقه در 20 دقیقه حل میشه. یعنی هر کارمند عادی تیسل هم میتونه نزد شما درآید؟ بله، من خیلی درای کشوده دارم، یک چند پلتفرم دارم، پلتفرم برای آدمایی که کریاتیو هستند و اینواسیون پلتفرم داریم. بعد در اون کشوده است، روزهای شنبه یک شنبه با خودم فریاد میکنم، صحبت میکنم که چه مشکلات هست. خب شرکت تیسل یک از شرکت‌های بزرگ اندازسپارنده است و من میدونم که انداز خیلی زیاد میسپارین. در شرایطی که بعضی‌ها بسیار شکایت میکنن از انداز پرداخت کردن نمیتونن و در شرایطی که من چند روز پیشتر خوندم که یک شمار زیادی شرکت‌ها بسته شدند، مثلا صاحبکاران قطع کردن فعالیت خود رو، با شما چه خیلی میسر میشود که هم حدود 18,000 نفر معاش میگیرند، هم مثلا شرایط خوب برای کار فراهم میارید و هم امکان پیدا میکنید که همین اندازها را سر وقت پرداخت کنید و که از اندازسپارنده‌های بزرگ باشین. چه این به شما دست میده؟ چی سیر است اینجا؟ در فکرم یگان سیر ندارد، این یک اریتمتیک عادی است. مثال زیاد بودن یا کم بودن انداز، مثال اگر با دیگر دولت‌ها مقایسه کنیم، هست دولت‌هایی که زیادتر دارن، هست دولت‌هایی که کمتر دارن. اساس این نیست، اساس در مسئله انداز ما دیده استودیم که همین پول اندازی که ما داده استیم، مثال ماهانه مالی ما زیاد شد، ماهانه طبیعی زیاد شد، دیده استودیم که تمام جبهه و جاده و شهرهای تاجیکستان برق این خودی مثال شهر پیشرفت است. یعنی که اساساً که هر یک درهمی که ما برای انداز داده استیم به مقصدش رسیده است، برای پیشبردی دولت، برای پیشروی دولت. ما خرسند هستیم که مثال ما در شرایط داریم اندازسپارنده کلان شویم. این مرحله اول است. مرحله دوم که این اگر در حساب کتاب گوییم که توغری نمی آمد، خود هم بیزنس پیش نمی رفت. تو همین روز در اقتصاد، در متماتیک شرکت خوب آمده استوده است و خیلی که بود تکرار کردم، اساس اون که همون اندازی که ما سپریده استیم او به مقصد برای پیشروی دولت، برای بهبودی شهروندان تاجیکستان صرف و استفاده شده است. ما با یک قامت بلند و فخر ما را میسپاریم. بهترین. خب بیاید اکنون سر همین موضوع صحبت کنیم که مثلا هم پیشرفت تکنولوژی بودن و هم مسئولیت اجتماعی خود رو اجرا کردن دشوار نیست. چگونه مثلا این دو چیز رو با هم دیگر پیوست میکنید؟ زیرا بعضی فکر میکنن که شرکت تیسل این فقط همین آنتن است، کابل است، سیم کارت است، تمام دیگر همین چیز است. خب ولی واقعا همین یک پیشرفت تکنولوژی بودن و هم باز مسئولیت اجتماعی خود رو پیش مردم، پیش جامعه اجرا کردن، فکر میکنم که این کاری آسان نیست. نمیخواد؟ تشکر زیاد. بسیار سوالی به مورد است. به اصطلاح تاجیکی میگن کاری با فایده و بی فایده. البته که ما یک شرکت تجارتی که هستیم، ما باید سر فایده، یعنی برای فایده کار کنیم. این فایده محلکه یعنی که تجربه
تجارت کلان بردن رو طلب میکند. دیگر کارهایی که ما کارهای اجتماعی که میکنیم او همش بعد از فایده سر میشه. یعنی که اگر فایده یافتیم شکرانه خدا که مثال کمتر فایده که ما میبینیم، بعد شرایط داریم دیگر جودهای زندگی چه خیلی گفتیم یک متوی جدا نشنده تویشتون دیگر جدا رو دستگیری میکنیم. من فقط مثال بسیار آدم میگن که از هوا سوم کار کرده ایستادن، یک سیم کارت فروش هستن. من میخواستم یک دو سه اموری که با خودم گرفتم برای شنوندگان بگم که تیسل اصلا چی است. مثال تیسل امروز یک 5100 زیر ایستگاه دارد، یعنی بعض استانسی در تمام قلمرو 5100. این در بلندی تو 4700 متر هم است، در بلندی 700 متر هم است. یعنی که فرقیت بین پسترین زیردیزگاه و بلندترین زیردیزگاه قریب مثال هزارو کیلومتر هست. برای این همه برق تامین کردن در کار، سوزشواری تامین کردن در کار، پاسبان یا که برای بهتری تامین کردن در کار در تمام قلمرو. این چه معنی دارد؟ امی 5100 زیرزگاه قطعی تمام اینفراستراکچور تیسل یک 34 مگاوات برق استفاده میکنه. این یک 4 گیسی مایده، مثال اگر دروغ نکنم یک 3 گیسی ورزوب فقط برای تیسل کار میکرده بود است اگر دروغ نکنم. از اینش 20% ما شرکت خودش استحصال میکند به طریق دیزل گنراتور و به طریق برقی گویم آفتابی. یا که مثال اگر به اصطلاح گیریم 3460 کیلومتر خطای نقل اپتیکی داریم. این برابر است با دیامتری ماهتاب. یعنی که در تمام قلمرو تویستان ما همین قدر خطای نقل داره که ما باید 24 ساعت کار کنم. 24 ساعت بسیار زمینا خطای ماگسترالی هستند، یعنی که فقط برای استفاده خودمان نیست، برای استفاده در تمام جمهوری هستند. برای مسائل بی خطری و امنیت هم مثال استفاده میشن. از این لحاظ باید 24 ساعت سر کار باشن. ما فقط یک سیم کارت فروش نیستیم. ما مثال 420 نقطه فروش داریم. اگر به حساب میانه یک اتاق 3 به 3 یا 2 به 2 متر باشد، ما یکی از گویم نقطه های فروش کلانترین به حساب می‌آییم. اگر 420 نقطه فروش 24 ساعت کار کنند، این مثال 15 میلیارد مینوت در شبکه ما یک سال میگذرد. 15 میلیارد دقیقه. این چه معنی دارد؟ اگر در یک سال 525600 دقیقه باشد، این معنای آن رو دارد که یک آدم 14000 سال صحبت دوامناک اگر کند همین قدر میشد. یعنی که اگر قفا رویم آدمی که سال 299 پیش از میلاد صحبت اثر کرد تو همین رو صحبت کرد، صحبت دوامناک دارد به مقایسه. یا که همین سال ما قریب 250 میلیارد مگابایت در شبکه خود گذرونیم. این معنای اون رو دارد که 433 سال کینوی 2 ساعته که در فرمت 4K باید آدم تماشا کنم به دوامناک تماشا میکنه. انا مسئله اجتماعی بغیر از اونی که ما مثل ورزش، فوتبال، فدراسیون اسپیدرانی دستگیری میکنیم، در جمهوری 2 چمپیونات جهانی کرده بودیم که در تاریخ توجستان نبود، ما دستگیری کردیم. بغیر از این ما یک 3600 دانه درخت شنوندگی. 3600 دانه درخت، این تقریبا یک افلاس کنی هوا از طرف 300 ماشین رو جبران میکنن. اگر گوییم که ما همون 20% برقی که خودمون استحصال میکنیم به طریق دیزل گنراتور رو با همون کم کم هوای توجستان افلاس شود، ما با همون درخت ها تماما جبران کردگیم. یا که اگر به مقایسه گیری همین 3600 درخت قوتی 4 درجه سلقین کردنی کلیمت شهر دارن اگر در یک جا در شهر باشد. ما از این بسیار میفخریم، یعنی که چیز است. مقصد خیلی اگر از روی نقطه نظر چی گویم، مردم فکر میکنن که ما پول از هوا کار میکنیم. در 25 سال فعالیت شرکت قریب $500 میلیارد فقط اینوستیسیون برای همین ماندن بعض و کشودن مگازین و یعنی که چیزی که در جمهوری مان
چیزی که از جمهوری گرفته نمیشه، چیزی که در وطن ما استوار موند. همین سال فقط شرکت ما، البته یکی از قسمت‌هایی که برای چی ما صاحب جایزه شدیم، یک دردم 400 میلیون سومانی فقط سرمایه گذاری در یک سال، 400 میلیون سومانی را ما فقط در یک سال سرمایه گذاری کردیم. از این لحاظ این یک شرکت بهت بزرگ است، شرکتی که 24 ساعت باید مثال دکان تا ساعت 8 اگر کار کنه، ما باید 24 ساعت کار کنیم. در پلتفرم شرکت هم پلتفرم هم مالیوی، هم پلتفرم امنیتی، هم پلتفرم امانتی ایجاد دارن. از این لحاظ وظیفه ما بهت پرمسئولیت است و ما فقط یک شرکتی گویم سیم کارت فروش نیستیم. بهترین. خب محترم دعوتشویف، چند سوال دیگر موند در قسمت نهایی. میخوام که شما با اون سوال‌ها یک جمله جواب دین، به خاطری که سوالام خیلی زیاد شدن. خب در مورد یک پادکاستی که در اینستاگرام نشون دادین و گفتید که شروع میکنین، کی شروع میشد و کیو مهمون میشن؟ نیت داریم یک هفته پس استودیو تمام شد، تا آخر سال یک دو برنامه میبرد. مهمانان رو کوشش میکنیم از تمام دنیا، مهمان هایی که دیدی آینده دارن و شرایط سفر به آینده رفته و آمده یک دید دارن. بسیار میخواستم که آدمایی باشن که درباره امروز و دیروز گپ نزنن، درباره اونی که چی باید کرد برای فردا و آینده. بهترین. خب سوال دیگر در مورد کتاب‌های پرسیده است اینجا احمد جان که فکرانی رو بهتر میکند. شما چی رو توصیه میدین؟ از کتاب‌های فلسفی، روانشناسی، تجارتی، من چی کتاب رو توصیه میدین؟ خیلی فلسفی هم نباشد، کتاب متماتیک و فیزیکا همه در کار است. من در زندگی ما ندیدم، لیکن یک کتابی که برای ما بسیار جالب است، فلسفی نوشته شده است، لیکن معنای خوب داره، هم برای اداره خود شخصیت، اداره گویم کریتیکی ماس یا ترانسفرینگ ریالنستی از زیلمن هست. در اونجا با یک مقایسه بسیار عادی همه تمام جبهه‌هایی که چخیل همی جمعیت و چخیل همی پروسس و دینامیک زندگی پیش رفته است در اونجا بها داده است. خیلی فکر میکنم که با کتاب‌های برای الهام گرفتن چی دارد، کتاب جبران خلیل پیغمبر یعنی پروک بسیار کتابی ادبی است، لیکن برای سوالو بسیار ساده جواب میده. بهترین. خیلی فکر میکنم با بسیار سوال جواب در قرآن کریم هستن، کتاب هم نگویم، لیکن برای خواندن هر روزه با مرور یعنی که سال و وقت و تجربه زندگی و دیگر خیلی فهمیده میشه، دیگر خیلی سوال رو جواب میده. شما چون اختصاص شرق شناسی که دارین، فکر میکنم که با حروف عربی چیزا خوانده میتونین راحت، نه؟ بله من کم بهترین. برابر شرکتی علاقه بودن از شرکت‌های دیگری تجارتی به نظرتون فرق دارد؟ نه، یگان فرقیت ندارد. اصلا این درباره اداره آدم‌ها هست. آدم یعنی تیم یا کماند خوبی که اداره کردی هم میتونند یک توجیه شد، میتونند یک اوبرورد یا که علاقه تشکیل کنند. همش چیز است، استحصال اینتלקت ذهن است. خب سوال دیگر جالب است، اخیرا بربایتون هست شما برای اینترنت یا علاقه کی پول پرداخت کرده بودین خودتون؟ اصلا برای تمام فامیل من همه پولشون پرداخت کردیم. من میتونم کفالتی هم که شما خودتون پرداخت میکنید؟ خودم پرداخت میکنم. برای اهل اویلا؟ برای من همچون رئیس تا چند سال به پول است. پیش از رئیس شرکت شدن من خودم از کیسم پرداخت میکنم. خب بایدتون هست مثلا امین سوال جالب ترینی که یک همکارتون به شما داده بود یا کدام یک پیشنهادی که یک زیردستتون کرد یا چی چیزی جالب پرسید یک کارمند شما که هم در خاطرتون هست؟ جالب به فکرم نه، یک گویم هزل‌آمیز بود. در یک شرکت روبری میکردم، بعد زمین جنبی سخت میشد. ما در اتاژ نهم بودیم، بسیار زمین جنبی سخت میشد. تمام تیم کابینت من میبرد میگه شیف چیکار کنه؟ مکتوب میگه زمین جنبی جا شیف نیست. همه تک استول گفتم. بعد همه تک استول استودیم میگم در زمین جنبی شیف نیست. اونا فکر کردن که کابینت شیف دیگر خیلی ساخته شده. نه شیف مصلحت میده در زمین جنبی چیکار کردن. همینش مون در یادم چند سال. خب تصور کنید که کسی میخواد که امروز به شرکت تیسل گذارد یا با کار یا مثلا سیم کارت تیسل بگیرد، چی چیز اینجا پیدا میکنه؟ چی توصیه میدید براش؟ توصیه من روز است که ما یگان مشتری رو به دقت نمیمونیم.
چه مشکلاتی دارد ما کوشش میکنیم حل میکنیم، چه پیشنهادهای بهترین و بزرگترین در بازار هستند ما قابل پیشنهاد داریم و از مقصدی که ما بسیار سرمایه گذاری کردیم این سال و خدا خواهد سال آینده ما کوشش میکنیم که سزاوار همون صفت کار با مشتری باشد و صفت پیشنهاد علاقه باید سزاوار باشیم. از این لحاظ فکر میکنم که ما برتریت داریم. یعنی ولی در تیسل اگر بچه‌ها مراجعت کنن جای کار هست نه؟ مسئله جای کار او حتما در یک سال 20-30 جای کاری شده میشه، برای که آدم‌ها مثال بر هر سبب زندگی به دیگه طرف میرن. بعد مریلای نو شده استودن، مثال در مسئله رقم کنونی، مسئله پروگرامی و نوشتن برنامه ها زیاد شده است. یک 30 جای کاری هر سال نو پیدا میشه. بهترین. خوب، امیدوارم که صحبتی بسیار جالب داشتین. شما باری اول با زبان تاجیکی صحبت کردین نه؟ باری اول در رادیو صحبت کردین خیلی؟ یا که خیلی چند؟ نه، به فکرم باری اول با تاجیکی در رادیو من برآمد کردگی هستم. در زیپلوس باری اول بهترین. خوب، شنونده عزیز، ما یک صحبتی خوب داشتیم با دیرکتور کلی شرکت تیسل محترم آزاد خان دعوتشایف و من سیمان ایساری سپاس میکنم برای همکاری ها، برای بودنتون با جمع همکارانی شما نیست سپاس میگم و واقعا هم طوری شما گفتین این کار آسان نیست. واقعا یک شرکت بزرگ با شمار زیادی کارمندان اداره کردن و جای پای خود را در بازار یافتن، صاحب جایزه شدن، این واقعا هم زحمت زیاد طلب میکنه. موفقیت میخوام برای شما. سلامت باشین. تشکر میخوام که پیشنهاد برای آزیپلوس برای شخصا خودتون زنده باشین. موفقیت میخوام. زنده باشین. برای شما موفقیت، کامیابی، برای سعادت را آرزو میکنم. سبحان جلیلوف بودم تا صحبت های دیگر. خدا نگهبان.